مقامات حفظ حقوق تاجیکستان ایوان شرباکوف لیتنانت کلان پایگاه 201 روسیه را با اتهام قتل زن تاجیک شاعره جبارova بازداشت نمودند و علیه او با جرم کشتار پرونده بازگردیده است. رادیو آزادی با تکیه به منبع خود در شعبه کارهای داخلی ناحیه 391 پایتخت خبر می‌دهد که این افسری روز زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 در محله گیپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده با سبب‌های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانده است. شرباکوف در بازپرسی اظهار داشته است که مست بوده است و آن شب را یاد ندارد. فعلا از روی این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. شعبه کارهای داخلی ناحیه 391 میگوید حادثه کشتار شب 5 نوامبر سال جاری در قسم حربی رخ داده و بعد از مراجعت نزدیکان جبارova در مورد ناپدید شدن او حادثه کشتار روز 9 نوامبر آشکار شده است. همزمان نزدیکان کشته شده میگویند که شرباکوف بعد بدرفتاری به این ساکن 22 ساله دوشنبه جسدش را در قوطی اخلاط یا موسر پرداخته است. بابا جباروف برادر شاعره جبارova با رادیوی آزادی گفته است که حالا مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندند و انتظار می رود روز چهارشنبه جسد را به آنها دهند. همزمان نزدیکان کشته شده میگویند که شرباکوف بعد بدرفتاری با این ساکن 22 ساله دوشنبه جسدش را در قوطی اخلاط یا موسر پرداخته است. بابا جباروف برادر شاعره جبارova با رادیوی آزادی گفته است که حالا مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندند و انتظار می رود روز چهارشنبه جسد را به آنها دهند. به قول بابا شاعره در محله 102 پایتخت با مادر و پدر بیمارش در خانه اجاره به سر می برده است. در حال حاضر تحقیق حادثه های مذکور را مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه ادامه می دهند و پرونده ایوان شرباکوف طبق کادکس جنایی روسیه پیش برده می شود. در همین حال یک مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که این پرونده از طرف مفتش این پایگاه تحقیق می شود و تا انجام پوره بررسی از جزئیات آن به مطبوعات خبر داده می شود.